از این گوسفندان مهین پشمی خوجگی تبلای همگی 150 سر مانده است. تا 4 سال پیش سرشمار گوسفندان این خوجگی را 16,000 سر حساب کرده بودند. بهار سال 2016 رئیس ناحیه مؤمناباد هم برای برزیاد اجرا شدن نسلگیری رمه چوپانها را در صحرا تبریک نموده بود. چوپانها در نست شدن چاروا سابق رهبریت این خوجگی را گناهگار می‌دانند. در مورد 20 کمی از سود میکنن رئیس 17,000 مولا خورده کسی پارو نداره با رئیس بگنو رئیس نبگنو با کار و زودش کاگن اولیو رئیس جماعتش میمونن یا موین رئیس حکومت هم خیلیش میمونن که عبدالعزیز قربانوف سابق سردار خوجگی تبلای اتهام چوپانها را نسبت خود تهمت می‌داند و گفته قربانوف گوسفندانرو برای پرداخت قرض و دیگر خراجات خوجگی فروختند. سبب اساسیش خیلی در همین خوجگی که انداز قرضدار بود، چند 8,000 قرضدار بود، قرض نرفتن شهر ما برومد. همین حساب یعنی برای پرداخت قرض انداز قرض نو کردیم. مقامات ناحیه مؤمناباد کم شدن چاروا را به قرضدار بودن خوجگی ربط می‌دهند. خوجگی از بانک‌ها 500,000 و از فوند نفقه 300,000 سومان قرضدار بوده است. جوی اندازه هم پیش بودن فعالیت خوجگی دارشونه برای همه در سر سرشمار چوروشش و امون را یک سال به سال نبروردن آورده به همین درجه رسید برای همین کمبودشون رو باری خوجگی را از وظیفه آزاد کردیم. خوجگی زادپروری تبلای دولتی بوده در زمان شوروی هم در منطقه کلاب با 50,000 سر چاروا از کلانترین ها بود. مسئولان ناحیه مؤمناباد پیش بینی میکنند که اگر کار با همین شکل ادامه کند خوجگی کساد می شود. مقامات در ناحیه مؤمناباد میگویند از تمام ساختارهای قدرتی آمده خوجگی را سنجیدند و کسی در نست شدن گوسفندان گناهگار نبرآمد. چوپانهایی که اکنون با کم شدن چاروا کار خود را از دست دادند به نتیجه تفتیش مقامات باور ندارند.